رمز ارزی که شما درست کردید خب اسمش چیه؟ چه جوریه اصلا؟ ما میتونیم تهیه کنیم نمیتونیم؟ بله یه تعدادیه که به زودی هم عرضه میشه. یه رمز ارز آوردم پیر کوین. پیر کوین. بله یه اسکردو به شدت سخت فروش میره، یعنی تا بخوای بفروشیش پیر میکوینه، تو رو کامل پیر میکوینه. سلامت باشی. پیر کوین احساس کن که سخت‌تر باشه. بله یه دونه دیگه که از این هم بهتر و پیچیده تر، زیر کوین. زیر کوین. بله این رمز ارزیه که برای مسافت‌های طولانی استفاده میشه. طولانی بخوای اینا یه نمونهش هم آوردم اینجا. آها. اینو باید بذاری زیرت، همون قشنگ زیر کوین. این زیر کوینه. بله یک نمونه رمز ارز، حالا به زودی هم عرضه میکنیم. خب این رمزش کجاست؟ یعنی او وسطش. عالیه این. یه دونه بعدی هم کینگ کنگ. کینگ کنگ اصلا کلا. بله که یه کوین نداره توش. نه اصلا کوین نیست، یه گوریل بزرگیه توی جزیره تنها زندگی میکنه. این ایده شماست؟ بله کینگ کنگ. بله کینگ کنگ. چطور بود امیر حسین جان؟ چطوره؟ عالیه. خوبه کارام تو حوزه رمز ارز؟ من زیر کوین رو خیلی دوست داشتم، من خودم میخرم. چنده الان زیر کوین؟ زیر کوینیه که بیشتر برای زیر کوین استفاده میشه. بله تو مسافت‌های طولانی. مسافت‌های کوتاه نیاز نداری، همون مثلا میتونی پیر کوین و مثلا لیف کوین و اینا استفاده کنی. ولی تو چطور میتونن مردم این ارزایی که شما گفتید رو تهیه کنن؟ نمیتونن.